شهر ترسونزاده اما جایزه автомашинаи собугравӣ камри уфар рекламая тауза барду вақтиқ ба саодату зиндагӣ майдони зебону ҷолибият амин аллоҳу акбар ана کرد صداقتش اعتمادش و داشتن سنت خیلی قوی دلشادزاده علیبک داور درجه جمهوریتی و دو داوری کناری راست و چپ در بالای گلم امروزه توجه میکنند. تیمور رحیموف استاد ورزش درجه بین المللی از کنار راست میدان، ددخان قربانعلی ورزشگر ممتاز و شهرتیار شهر ترسونزاده. نوروزی هر دوی شما مبارک باشد. اگر خالصانه و عادلانه حکم میکنه داوری درجه بین المللی دلشادزاده علیبک این مرتبه را در کنفرانس پیش از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا به دست آورده. همینطور به هر دو بدار کار به نام فردوس یک اسب و دو گوسفند پهلوانان شهر دوشنبه مهمانان خوتلان از رشت خواهشمند باشد مرحبا. Arkayı kalori nisi oldu. ددخان هم در چمپیونات آسیا و اقیانوسیا در گشتن کورش روزهای 19 و 20 در شهر دوشنبه که دایر شد به عنوان قهرمان آسیا در رشته گشتن کورش شرف یاب شد و تیمور هم برای کار پهلوان نشد. تشکر. قدر و اعتماد و منزلت میدانداری را جوانان از این دو ابرمرد میدان امروزه آموزید و هر دو تشکر. بچه‌ها پیشنهاد این انگار رو روی کنید. خوب باین بیدون تیمور دادا خوب باین بیدون بیا بیا بولو بیا
عجیب توی Tanışma. Dostum. باز با مزه باشم با برطرک با بیو فقط او خطی بیاید یا بابا خو نگره این طرف آزادار کنین همه کار دیگه شد طرف سابی رو این طرف بذارید که آقای عطایی قربان شما طرفی کلانکه ها رو آزادتر بذارید بلجان و چند ترتیبی میدانداری تقاضا میکند که برادران هنرنماییشون در مرکز جریان گیرد. آمدی کلام کنی با دام کاروخی از برای سبب یک احترام در کاروخی کجا شما خواهش میکنم این طرف یا اون طرف اول شما سر کنیم همه در همینجا اکایی که کمانده همی بچه ها رو آزادتر کنید خیلی نمی اپیراتر هم این همین همون این نهی شما خیزه اونو دخم بهم صداقتی برادری اعتماد و رعایه عنعنه‌های سنتی رحمان همه مخلصان میرسانیم هنرنمایی پهلوانی دهه چلچه تیمور ملک منصور رحمان در میدان امروزه در دور سیوم مخصوصا با پهلوانی ازبکستانی مهارت خوب و نتیجه بهتر داد مکافات عالی مرسد شرف میدان از دلار جهانگیر مجیدوف یک چهره محبوب گشتری جدا و ملی ناحیه مومن‌آباد به هر دو بخت و سعادت موفقیت و جالبیت میدان آمین الله اکبر
داداخون و تیمور صورت افزایی هنری پهلوانان این باید نمایانتر و باز هم پرجلوتر باشد. از داداخون و تیمور خواهش میکنیم که بر رفت سبقت مکافات عالی اعتبار دهند. منصور رحمان و که پرویز خورشید کنی نمود برداری. خب این جره یک نفر دیگر گیرد شما این قسمت ها گیرید نباشه تقسیم شه کنی صلاح الدین فرصت این جره گیریم ها خسرو شو تر کنید یک بار در دو گلیم دو شو جایزه برای ثبت هم مشکل تر است. با گلیم مرکز توجه کنید دوله ها تو مشورت تیمور و داداخون. نه تیمور نه دیروز هم برای مکافات عالی مرسدس بنز در ناحیه دنقره هنرنمایی کرد. امروز هم همین تقدیر در وقت بلندی او مدد میکند یا نه. به هر دو برای کار پهلوان دهه چلچه منصور رحمان جوان 20 ساله آینده درخشان دارد. امیدواریم که از این چهره ها سرمربیان منتخب کشور که میان جوانان و بزرگسالان خلاصه عمیق میبرند و این نفران ارزنده همین گوشی سبت و دیدو شدن قانون کار همه جنی چیا کامرا هیچ به معنی جواب یا بابا همون جگه دار هم زونو بدن همون معنی نه tamam جهانگیر باجی صدا میشه؟ تو صفحه دارم؟ نه داداخان را تنبیه دادن تیمور را غالب اعلام کردن.